سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر باشه. این اولین ویدیو منه، لانگ ویدیومه و همونطور که میبینید بی حالم، حتی حال نداشتم که تو خود ویدیو صحبت کنم باهاتون، پس فویس میذارم روش. و اینکه همه چیز تو ایران گل و بلبل نیست، همه پولدار نیستن و پولدار باشن خوشحال نیستن، یا مثل من معمولی دارن زندگیشون میکنن و خواستم باهاتون هم وایب باشم. ماها روزمرگی ساده ای داریم، مثلا واسه دلخوشی میریم ناخونکار، یعنی بهترین ناخونایی که تا حالا داشتم. خیلی عسل شد، خیلی ها عسل لامصب عسل. نون مورد علاقه‌مونو میخوریم و روتین پوستی انجام میدیم. البته همونطور که میبینید صورتم پر جوش شده، این به خاطر اصلاح با بنده. واقعا توصیه نمی کنم. هر چقدر الکل بزنی و ژل بعد اصلاح استفاده کنی بازم جوش میزنی و پوستی که مثل پوست من واقعا مثل آینه است و به این روز میندازه. تونر چرب میزنم به خاطر اینکه جوشامو کوچیک کنه، منافذمو کوچیک تر کنه و چربی اضافه روی پوست رو بگیره تا جوشام زودتر خوب بشن. بعدش از کرم دور چشم مورد علاقه‌ام استفاده میکنم، چون این کرم ببین انقدر میزنه، نه اونقدری غلیظ و بزرگونه است و نه اونقدری ضعیفه، برای سنم مناسبه. بعدش ژل کرم استفاده میکنم من، چون از آبرسان‌های خیلی آبکی اصلا خوشم نمیاد، از کرم‌های مرطوب کنندم خوشم نمیاد، بافت سنگینی دارن، این خیلی مناسبه. بعدش میرم صبحونه بخورم که اکثرا من یه چیزای ترکیبی درست میکنم و یه حالت پیتزا تخم مرغی میشه. حالا ببینید اینجا باهاتون خدافزی کردم و دوباره براتون گردوندم و خب همونطور که میبینید اولش پیاز رو تفت میدیم با یه خورده روغن که مثلا رژیم طور باشه. بعدش که سرخ شد فلفل دلمه رو اضافه میکنیم تا کل روغنمون عطر فلفل دلمه بگیره. اگه از عاشقان فلفل نیستی منو اصلا سابسکرایب نکن. بعدش یه کمی سس خورد میکنیم و سرخش میکنیم. زرد چوبه و فلفل ره، پودر سیر ره، نمک ره اضافه میکنیم و یه دونه تخم مرغ، 2 تا تخم مرغ اضافه میکنیم. بعد حاضر میشه و میخوریم. بعد ضد آفتاب میزنیم و قرص کلاژنمونم فکر کنم 2 تا مونده بود، یکیشو خوردم. راه افتادم برم تمرین تئاتر. اینجا دوستامون داشتن تمرین میکردن. همه چیز بر علیه شماست. من نمیخوام همه چیز بر علیه شماست. ببینید خانم، متاسفانه همه چیز بر علیه شماست. میام بعد سوپ خوردم، یکم بعدش هم یه ذره غذا و بعد رفتم باشگاه. من حدودا 2 ماه ایریال کار میکنم. بعد خسته و کوفته رسیدم خونه. اتاق ترکیدم و سر و سامون دادم. ببینید هر کاری کنم وقتی برمیگردم خونه با این صحنه مواجه میشم. هر چقدرم بخوام هر چیزیو که برم دارم بذارم سر جاش بازم همینه که هست. اگه با من موافقین حتما تو کامنت ها بهم بگید. بعد از اینکه آخیش گفتیم میریم که سرم بزنیم به موهامون و میبینیم سرممون تموم شده. این سرم حاوی میوه سیب سلول بنیادی داره و به ریزش مجدد ریشه‌مون کمک میکنه. اگه دور برای جایی که کچلی ایجاد شده مو باشه از ریشه اونو تغذیه میکنه و تکثیرش میکنه.
بدون جدیدش رو باز کردم، موهامو تقسیم بندی کردم و همینجور که میبینید ردیفی 2 تا داره موهامو میزنه و وقتی رسیدم به جلوی موهام بیشتر میزنم چون من موهام زیرش کجل داره. حدودا یه 5 دقیقه ماساژش میدم و میرم که وقتی قطره هستش چرا باید قرص استفاده کنم. قطره رو آنباکس میکنم. این قطره سیلیسه، یعنی سیلیکون. آقا سیلیکون بخور تو سرت، با من چیکار داری؟ حدوداً و خیلی خوبه، کلاژن سازه. با پودر کلاژن که ترکیب میشه بمب کلاژن سازی ایجاد میشه. چون من دارم رژیم میگیرم و باشگاه میرم و نمیخوام پوستم از همین سن پلاسیده شه. روزانه 10 قطره از اون و 1 ساشه از پودر کلاژن استفاده میکنم. میام وعدم رو میخورم، فیلم رو میبینم و شب بخیر.